در مرز تاجیکستان و قرقیزستان باز تیرپرانی صورت گرفته. در نتیجه 2 نفر زخمی شدند. به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، حادثه روز 8 ایول ساعت 14:15 در منطقه راستراووتی ناحیه دیوشتی ولایت سوخت اتفاق افتاد. گفته می شود 4 نفر سرحدبانان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی مرز تاجیکستان را غیر قانونی عبور کردند. هدف از عبور غیر قانونی مرز از جانب سرحدبانان قرقیز را کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اسب دزدی میگوید. ذکر میگردد که سرحدبانان قرقیز با سلاح مسلح بودند. نامبردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 سر اسب ساکنان ناحیه دیوشش را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. آمده است در خبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. منبع می‌افزاید سرحدبانان قرقیز با امر نریادی سرحدی مرزبانی تاجیکستان اطاعت نکرده به سوی سرحدبانان تاجیک از سلاح آتش کشیدند. در نتیجه تیرپرانی جوابی 2 سرحدبانی قرقیز زخمی گردیدند. تاکید می شود در خبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. حالا در جای حادثه نمایندگان مقامات دخلدار 2 دولت قرار دارند و تحقیق این قضیه دوام دارد.